سلام و یاد خدا. سلام. توی این ویدیو من قصد دارم نحوه ایجاد پروژه فرانت رو بهتون آموزش بدم. پس با من همراه باشید. کافیه من اینجا یک پوشه ایجاد بکنم و اسمشو میذارم My App. وارد پوشه میشم. توی قسمت آدرس بار تایپ میکنم CMD و اینتر رو میزنم تا کامنت پرامپت باز بشه. توی کامنت پرامپت دستور کد فاصله نقطه رو تایپ میکنم و اینتر رو میزنم که این پوشم توی نرم افزار VS کد و یا هم تکست ادیتورمون باز بشه که شروع کنیم به کد زدن. من این CMD رو میبندم، نیازی بهش نداریم. چند ثانیه صبر میکنیم تا نرم افزار VS کد باز بشه. خب توی بخش اکسپلورر من میتونم گوشه مربوط به پروژه‌م رو مدیریت بکنم و داخلش فایل جدید بسازم یا یک گوشه جدید بسازم یا بخش‌های مختلف پروژه‌م رو اینجا ببینم. من اینجا روی این دکمه کلیک میکنم، روی دکمه نیو فایل، که یک سند HTML بتونم بسازم. اسمشو میذارم index و پسوندش هم HTML. خب اینجا من شروع میکنم به اینکه مشخص کنم از چه نسخه‌ای دارم استفاده میکنم. نسخه سند HTML هم چنده. من از نسخه 5 دارم استفاده میکنم. پس اینجا کافیه تایپ بکنم تایپ HTML. بخش بعدی تگ‌هایی هستن که حتما باید توی این سند داشته باشیم. تگ HTML، داخل تگ HTML تگ هدر داریم و تگ بادی رو داریم و نهایتاً سیو میکنیم. برای تستم من اینجا یه دونه مت تایپ میکنم و با کنترل اس فایلمو ذخیره میکنم و روی F5 میزنم که بتونم این خروجی رو ببینم. از این قسمت انتخاب میکنم که توی کروم باز بشه و خروجی کار رو ببینیم. خب این خروجی کاره و اون متنی که حالا تایپ کرده بودم هم اینجا نمایش داده شد. خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودید. خدا نگهدار.